مثلا موشک‌های شهاب 3 که با کلاهک خوشه‌ای شلیک شد با یه فاصله چند متری که با اون حجم انفجار چند متر اختلافه. این توی نرم عملیات‌های موشکی پذیرفته شده. طبیعتاً مثلا در حد 20 متر 30 متر قابل قبول هست، چون قدرت انفجار و شعاع امواج انفجار بیش از 20 متر هستش. آمریکایی‌ها و کشورهایی که سیستم‌های ماهواره‌ای دارن، مثلا اونهایی که فضای ایران را کنترل میکنن یا جو را کنترل میکنن، کاملا این پرتاب موشک‌های ما را میگیرن، نه سیستم‌های راداریشون بلکه ماهوارهایی که کشورهای مختلف دارن هم پرتاب را و هم حتی نقطه فرود را میگیرن و برای اونها کاملا روشنه که ما این مانورمون یک مانور حقیقی و واقعی بود، یک مانور در حقیقت با سلاح‌های جنگی بود، حالت نمایشی نداشت. ضعف‌های بزرگی آمریکایی‌ها دارن. در حقیقت آمریکایی‌ها در این جنگ عراق و افغانستان نقاط ضعف و قوت خودشون را خوب نشون دادن و درست ما استراتژی خودمون را بر مبنای نقاط قوت و ضعف‌های اونها تنظیم کردیم. ما الان هیچ انگیزه از نیروی آمریکایی در عراق نمی‌بینیم. اونا به شدت ترسو هستن و صحنه‌هایی را که نشون میده در عراق، اونها حتی گریه میکنن. فرماندهانشون زمانی که مواجه با یک مشکلی میشه به گریه میافتن. ما یه همچین صحنه‌هایی را در حیث دفاع مقدس خودمون ندیدیم. بنابراین من میتونم بگم برتری ما بر نیروهای خارجی یک برتری روحی انسانی است. البته ما متناسب با تکنولوژی که میتوانیم بسازیم یا میتوانیم از کشورهای خارج تهیه بکنیم، نیروهای مسلحمون را به پیشرفته ترین سلاح‌های ضد هواپیما، ضد هلیکوپتر، ضد تانک، ضد شناور مجهز کردیم و این تجهیزات که در این رزمایش به کار گرفته شد قسمتی از تجهیزات ما بود. ما هیچگاه همه دستمون را برای دشمن باز نمی کنیم. ما نمونه ها و قسمت هایی از این نیروی انسانی و تجهیزاتمون را در این رزمایش به کار گرفتیم. سردار، از بینندگان سوال کردن که سپاه چقدر توان جنگ الکترونیک داره، هم فعال و هم دفاعی؟ من قسمتی از این مطالب را چون طبقه بندی بالا داره نمیتونم بیان کنم، ولی کم میگم که ما اولا سیستم های مخابراتیمون سیستم های بسیار پیشرفته هست. ما با کلیه یگان هامون حتی در سطح گردان های عمل کننده 5 لایه ارتباطی و مخابراتی داریم. ما از سیستم های ماهواره‌ای کاملا استفاده میکنیم، میتونیم مقابله بکنیم با سیستم های ماهواره‌ای دشمن، میتونیم اختلال به وجود بیاریم در سیستم های ماهواره دشمن، میتوانیم در شبکه‌های ارتباطی دشمن اختلال ایجاد بکنیم. سردار، بینندگان سوال زیادی کردن در مورد قدرت تخریبی موشک‌های شهاب 2 و 3. اگه سری نیست بگید. موشک شهاب 3 چون کلاهک خوشه‌ای داره، قدرت تخریبش در یک سطح بسیار بالایی بیشتر از چند کیلومتر هست، چون به صورت بمبلت هایی پخش میشه. البته علیه پادگان های بزرگ، تجمعات بزرگ، ناوهای هواپیمابر، بله، حتی ناوهای هواپیمابر را چون از بالا منفجر میشه میتونه یک ناو را و هواپیماش را کاملا از بین ببره. همچنین قدرت موشک‌های شهاب 2 سر جنگی اون حدود 900 کیلوگرم مواد انفجاری داره و خود سوخت اون حدود 20 تن سوخت، فقط بین 12 تا 20 تن سوخت این موشک را حمله کند و خود سر جنگیش 900 کیلو مواد انفجاری داره که خب یک قدرت انفجاری بسیار بالا داره. این سری موشک‌های شهاب 2 و 3 4 و 5 اینا هم داره سردار یا نه؟ اینها را من ترجیح میدم که جواب ندم. ما همکنون همونجور که عرض کردم سر جنگ یا تهاجم علیه کشور دیگری را در برنامه هامون و استراتژی هامون نیست، ولیکن اگر رژیم صهیونیستی
و یا آمریکایی ها مشکلاتی را برای ما به وجود بیاورند، تهاجماتی را بخواهند سامان بدهند، رژیم صهیونیستی فاصله‌اش از مراکز ما حدود 1300 کیلومتره. وقتی که ما به برد موشکی 2000 کیلومتر دسترسی پیدا کردیم، طبیعتاً اون فاصله 1300 کیلومتر در این برد 2000 کیلومتری هم می گنجد. و اینجا مطلب دیگه ای را من بگم. وقتی که رژیم صهیونیستی در مقابل یک گروه حزب الله لبنان شکست میخوره، اونا یه گروه کوچکی هستن در لبنان که در این جنگ 33 روزه ارتش اسرائیل را از پا در آوردن. چگونه میتواند اسرائیل با یک ملت بزرگ 70 میلیونی که 90% اون را شیعیان تشکیل میدن و یا سپاه پاسداران و بسیجی که ما هم اکنون 10 میلیون بسیجی و یا یه سپاه مقتدر داریم، اصلا قابل مقایسه نیستن. به این لحاظ من تصور نمی کنم که صهیونیست‌ها حتی در مخیلهشون تهدیدات نظامی علیه ما را بگنجانند و اگر این گونه باشد اونها شاید با بزرگترین خطر که بقای اونها را ممکنه با مواجه بکنه روبرو میشن. بنابراین ما مجددا عرض میکنیم ما خواهان صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه هستیم، سیاست تهاجمی نداریم، ولی در مقابل هر قدرت متجاوزی با قدرت عمل خواهیم کرد، قدرتی که برای اونها غیر قابل تصور هست. هم آمریکایی ها هم صهیونیستان نمیدونن ما چه برنامه‌های فوق‌العاده پیچیده، دقیق و مبتنی بر اطلاعات را برای دفاع از کشور خودمون و برای مقابله با تهاجمات احتمالی اونها تنظیم کردیم.